کابل یکی از آلوده‌ترین پایتخت‌ها در جهان است و در فصل زمستان آلودگی هوای این شهر نفس راحت را از مردم می‌گیرد. بر علاوه موترهای کهنه، سوختاندن زغالسنگ، زباله و پلاستیک برای گرمایش به این مشکل در فصل زمستان می‌افزاید. اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید مبارزه با آلودگی هوا یک مسئولیت بزرگ است که به تمام اقشار برمیگردد و حکومت هم تلاش دارد که در این راستا با استفاده از تمام امکانات کار کند. این اداره میگوید در سال 1399 بیش از 5200 فعالیت در بخش نظارتی انجام دادند که تصدیها، بلندمنزل‌ها و شهرک‌هایی که تخطی در بخش آلودگی هوا انجام داده بودند جریمه و کارهایشان تنظیم شد. قاسم رحیمی مسئول بخش اطلاعات اداره ملی محیط زیست از مردم می‌خواهد که بنابر مسئولیت انسانی، اخلاقی، دینی و ملی در مبارزه علیه آلودگی هوا سهم بگیرند. اقداماتی که ما در چند سال گذشته انجام دادیم از جمله در سال 1399 بیش از 5900 فعالیت را ما در بخش نظارتی انجام دادیم که در این فعالیت‌ها یک بخش از تصدی‌ها، بلندمنزل‌ها و شهرک‌ها که سیستم تسخینشان مجهز با فیلتر کننده دود نبود مورد نظارت کنترل قرار گرفت و بخش عمده از اینا بنا به پرنسی و سلسله نظارتی که وجود داره تعهد گرفته شد و بخششان هم سیستم تسخین خود اصلاح. دکتران میگویند آب و هوای پاک یک امر بسیار مهم برای انسان است و آلودگی سبب مریضی‌های گوناگون و از بین رفتن سیستم دفاعی بدن می شود. با گفته آنان بدن انسان مثل خواب، آب و هوای پاک نیز ضرورت دارد و باید تلاش شود تا از آلودگی هوا جلوگیری شود. هیچ قسمت از بدن نمیمانه که صحتمند باشه به خاطر که مواد کیمیایی که در لابلا یا در ترکیب هوا ترکیب شده یا گد شده و تنفس از او چون در خون گد میشه و تمام بدن از او عارضه میبینه، از سیستم تنفسی گرفته تا سیستم هضمی تا جلد تا موی حتی سر بی اولادی تاثیر می داشته باشد. باشندگان کابل نیز میگویند ازدحام و عدم رعایت شرایط محیط زیست از سوی شمار از شهرک‌ها، بلندمنزل‌ها و تصدیها سبب آلودگی هوا در شهر کابل شده است. باشندگان شهر میگویند تلاش دارند تا فرهنگ شهری را رایج و خود نیز در مبارزه با آلودگی هوا سهم بگیرند. بیشترین افراد از فعلا پلاستیک میسوزنند. دیدیم که همین دود پلاستیک بسیار مضر است به صحت مردم افغانستان. اگر در کابل سنگ زغال و بعضی تایرهای موتر در بعضی جاها و بعضی چیزهای دیگه استعمال نشه، عوضش یا گاز شوه یا گاز شوه. حتی چوب هم غبار داره. غټ کمپنیانی دي یا مثلا کارخانې دي دوی له زغالي څنګ نه کار اخلي او بل خبره ده چې تنه حکومت یا مسئول چارواکي هم په دې کې څه نشي کولی چې ترڅو نور خلک عوام ورسره د کابل د ښار همکار نشي. بر اساس یک گزارش تحقیقی آلودگی هوا در افغانستان ممکن است کشنده تر از جنگی باشد که 19 سال ادامه دارد. آمار رسمی در مورد شمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در افغانستان وجود ندارد، اما مرکز تحقیقاتی وضعیت هوایی جهان گفته است که ممکن است آلودگی هوا در سال 2017 عامل مرگ 26,000 تن در افغانستان بوده باشد. در مقایسه با این، بر اساس آمار سازمان ملل متحد در جنگ افغانستان در همان سال 3483 تن کشته شده بودند.